سلام و درود، عرض ادب. امیدوارم که خوب باشید. وقت شما دوستان عزیز هم بخیر. تو این ویدیو میخوایم از در مورد کنیبالیزیشن صحبت کنیم و کنیبال شدن صفحات با هم دیگه. محمد علی عصایی هستم از آژانس دیجیتال مارکتینگ فردا. ما توی آژانس خودمون بهتون کمک میکنیم که در صورتی که سئو سایتتون ضعیفه یا مشکلاتی توی سئو سایت خودتون دارید، اونا رو بتونید حل کنید و در نهایت بتونید سایت خودتون رو به بهترین شکل ممکن سئو کنید. خب بریم سراغ کنیبالیزیشن. شما اگر در مورد کنیبالیزیشن برید سرچ بزنید، من الان کنیبالیزیشن رو اصلا خود واژه کنیبالیسم یا هم نوع‌خواری یا خود کنیبال یعنی انسان خوار، آدم خواری یا یک همچین چیزی، اگر سرچ بزنید توی گوگل با یه سری چیزای عجیب غریب مواجه میشید. بحث کنیبالیزیشن توی وب اینجوری هستش که شما فرض کنید که من اینجا این مقاله از وب سیما رو آوردم بالا، از روی این خیلی راحت میشه توضیح داد. میگه که مثلا سایت فیدیبو همین عکس خودش مفهوم کنیبالیزیشن رو میرسونه. کتاب صوتی ملت عشق، خب فیدیبو یه نسخه اینجا کتاب صوتی، دانلود کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک، من حالا این کتاب رو نخوندم، نویسنده‌اش رو نمیشناسم، این رو گذاشته. یکی دیگه هم نوشته دانلود کتاب صوتی ملت عشق. این دو تا ریزالت عین همن. اومده برای یک کلمه کلیدی، دقت کنید به تصویر من، یک کلمه کلیدی داریم، دو تا مقاله براش تهیه شده. حالا فرض کنید که این یکی مثلا صفحه اول لینک 3 هست، این لینک 4. خب در صورتی که جفتشون رو با هم دیگه یکی کنیم و زور کلا سایت توی یک کلمه کلیدی بیاد روی یه صفحه، جفتش با هم دیگه میاد لینک 1، یعنی میشه یه دونه صفحه. این رو بیایم فدای این کنیم، این بیاد بالا میشه لینک 1. چجوری بفهمیم که این رو فدای این کنیم؟ چجوری خود فدا کردن رو انجام بدیم؟ منظور من از فدا کردن چیه؟ آیا باید محتواشون هم منتقل بشه؟ آیا توی کنیبالیسم رفع کردن چجوری بفهمیم چه صفحه‌ای با هم دیگه کنیبال هستن؟ تمام اینا رو من جلوتر بهتون توضیح میدم. توی این مقالات میتونید برید بخونید که حالا در مورد کنیبالیزیشن چی گفتن و چجوری میگن برطرف کنیم و این داستانا. صحبت‌های عادی عرفی هست که توی وب میبینید و توی بقیه ویدیوها هم میبینید. من الان در مورد اونها نمیخوام حرف بزنم، من میخوام عملی نحوه پیدا کردن کنیبالیزیشن بین مقالات سایت، بلاگ سایت، اگر که ما مثلا حالا بلاگ یا محصول هم میشه ازش استفاده کرد، هر جای از سایت میشه ازش استفاده کرد، من الان تو این سناریو برای بلاگ آوردم، اونجا رو پیدا کنیم و کنیبالیزیشن رو بتونیم برطرف کنیم. وقتی که شما دو تا صفحه دارید که عین هم دیگه هستن، بهترین راهکاری که وجود داره اینه که صفحه مثلا همین صفحه‌ای که با هم دیگه صحبت کردیم رو به این شکل ما کار کنیم که بیایم این رو ریدایرکت کنیم روی این. یک موقعی به هر دلیلی، دلایل غیر سئویی، ما نیاز داریم که دو تا صفحه باشه. مثلا چی؟ مثلا توی این یکی ما اومدیم یه حرکتی زدیم که بقیه نمیخوان، که لازمش دارن بقیه اجزای سیستم، تیم دیجیتال مارکتینگ، تیم چه میدونم حسابداری، تیم هر چیز دیگه، و برای ما امکان این وجود نداره که این صفحه رو بخوایم حذف کنیم و ریدایرکت کنیم روی این. بهترین راهکار مقابله با کنیبالیزیشن ریدایرکته. من موقعی که این رو ریدایرکت کنم روی این، به گوگل میفهمونم ببین من اشتباه کرده بودم، دو تا صفحه زده بودم، الان فهمیدم این دو تا یکی ان، من اینو آوردم روی این. این خیلی راحت و مفهومیه. موقعی که نتونم ریدایرکت کنم، یه راهکار دیگه‌ای که وجود داره و معمولا اساتید سئو زیاد در موردش صحبت میکنن، من یه دونه صفحه محصول A54 دارم. خب صفحه محصول اصلیمه، همه رنگ بندی هم داخلش هست. بعد A54 رنگ مشکی و رنگ زرد و رنگ سفید و رنگ سبزش رو هم موجوده، مثلا من میام اونا رو هم میسازم با هدف اینکه هر رنگش جداگونه وجود داشته باشه، ولی همشون رو کانونیکال میکنم به صفحه A54 که همه رنگ ها توش وجود داره. بحث این که ما چجوری کنیبالیزیشن رو رفع کنیم با تگ کانونیکال اینا اومدن، دقیقاً وب سیما هم همینو میگه روش اولتون ریدایرکت باشه، حذف کنید، ریدایرکت کنید. روش دومتون کانونیکال باید باشه به نظر من، و روش سومم اینه که حالا لینک سازی خارجی و داخلی کنید به قولن روش. من دو تا نسخه از یه صفحه دارم، برام من مقدور نیست بیام ریدایرکتش کنم. پس کاری که مجبورم بیام انجام بدم اینه که انقدر به اون کلمه کلیدی اصلیه روی یکی از اونها کار کنم، چه لینک داخلی چه لینک خارجی، که گوگل بفهمه، چه خودم چه بقیه افراد توی وب وقتی که به من اشاره میکنن به اون کلمه کلیدی، منظورشون اون یکی صفحه هست. امیدوارم که متوجه منظور من شده باشید. یه روش دیگه هم وجود داره که اگر مثلا نتونستیم از اینا استفاده کنیم، بیایم اون یکی صفحه رو نو ایندکسش کنیم و مثلا بیایم یا مثلا از توی ربات ببندیمش یا هر کار دیگه انجام بدیم. ریدایرکت بهترین و اصولی ترین روش مقابله با کنیبالیزیشن هست. توی بحث این که کنیبالا رو چجوری پیدا کنیم،
یه کار خیلی ترتمیزی که حالا اومدن توضیح دادن، یکیش اینه که مثلا از سرچ کنسول استفاده کنیم که توی ابعاد بزرگ به درد نمیخوره به نظر من. یکیش گفتن بیاید سرچ کنید که باز اینم توی ابعاد بزرگ به درد نمیخوره. این روشی که گفتن سایت 2 alibaba.ir سفر به مشهد، اینم تمام مقالاتی که مرتبط با کوئری سفر به مشهد باشه رو میاره بالا برای ما. این باز خوبه، ولی ما میخوایم بفهمیم که عملاً کدوم از یکی از مقالات به صورت متناظر و نظیر به نظیر با اون یکی کانیبالیزیشن داره. میتونیم با این روش بیایم یه سری چیزا رو سرچ کنیم، ولی خب باید دستی بگردیم. کاری که من پیشنهاد میکنم انجام بدیم و راهکاری که من انجام دادم برای بحث کانیبالیزیشن چیه؟ اول چجوری بفهمیم که توی ابعاد بزرگ صفحاتی که با هم دیگه کانیبال شدن رو پیدا کنیم، بعد از این که فهمیدیم چجوری بیایم برطرفشون کنیم. خب بریم تو دل کار. من اینجا اومدم از این سایتی که داشتیم گوگل فارکس بلاگش رو کشیدم بیرون، URL های بلاگ رو استخراج کردم. اگر که نمیدونید چجوری باید این کار رو انجام بدید، از طریق سایت مپ هر سایتی شما میتونید کل URL هایی که داره رو استخراج کنید. مثلا اینجا ببینید، من اینجا سایت مپ .xml رو میزنم یا سایت مپ _index.xml، این آدرس برای من میاد بالا، میگه خب کل مقالات چی رو میخوای؟ من میگم پستا رو میخوام. خب همه پستا یا همون نوشته های ما، همون مقالات بلاگ ما، URL شون اینجا میاد بالا. بعد از اینکه این URL ها اومد بالا، من اگر که بخوام اینا رو تبدیل کنم به تایتل و اینا رو بکشم بیرون، به 2 تا ابزار نیاز دارم. یکیش extract URL from title هست، اینا یک ابزاری هست seoul.co sitemap extractor. این رو شما میتونید بزنید، کل URL ها رو براتون اینجا میکشه بیرون از داخل این سایت مپ. این خود URL ها به صورت خام، خب هر کدومشون توی یه خط. و بعد من به وسیله حالا ابزارهایی که وجود داره میتونید مثلا بزنید extract title and description from URL bulk. ابزاری وجود دارن برای این کار که همین الان هستن و شما این چیا رو بهشون میدید. مثلا این باز استریم هم قبلا کار کردم خودم باش. اینو شما بهشون میدید، گو رو میزنید، میاد برای شما در میاره. اصولی ترین کاری که انجام میشه داد برای این داستان که ما همه رو داشته باشیم، یک فرمولی هستش به اسم توی گوگل شیت URLاتون رو توی یه ستون بذارید. توی ستون مقابلش بیایید بگید که توی پیج تایتل بیایید بگید که مساوی import XML پرانتز باز اون سلولی که میخوام ازش تایتلش رو بکشم بیرون، کاراکتر جدا کننده و این و بعدش هم داخل دابل کوتیشن اسلش تایتل. این کارو که انجام بدید، خودش بعدش از شما یک دسترسی میخواد، بهش الاو رو میدید، برای شما در میاره که مثلا این مقاله هست، این تایتلشه. من الان روی این اگر نگه دارم، نگاه کنید بهترین بورس خارجی برای ایرانیان کدام است، بهترین بورس خارجی برای ایرانیان کدام است. اینایی که نتونسته در بیاره رو ارور داده، اینایی هم که داره لود میکنه رو همینجور داره در میاره. روشیه که سریع توی یه ابعاد زیادی، الان 300 تا URL بهش دادم، همه رو در آورده برای من. این باز استریم اینجوریه که این میره یکی یکی یواش یواش استخراج میکنه و به شما خروجی میده. همینم الان باز خوبه، همینم الان همه تایتل ها رو برای من توی این 200 تا در آورد، دسکریپشنشون هم در آورد. خب من الان میخواستم در مورد کانیبالیزیشن صحبت کنم، اومدم کامل گفتم که چجوری تایتل ها رو در بیاریم. حالا از توی تایتل خیلی راحت تر میشه کانیبالیزیشن رو تشخیص داد و فهمید. چجوری؟ بهترین کاری که میشه انجام داد اینه که من بشینم یکی یکی اینا رو بررسی کنم، ببینم بین مقالاتی که وجود داره کدوما هستن که 2 بار یا 3 بار بهشون اشاره شده. چه کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ به نظر من به شخصه کسی که صاحب سایت هست و از روز اول حواسش به مقالات بوده، یکی میتونه انجام بده، یکی دیگه شخص مدیر محتوا میتونه انجام بده، یکی دیگه هم متخصصی که کامل بتونه ارتباط بین این مقالات رو بفهمه و چندین بار آنالیز و بررسیشون کنه. ما این رو سپردیم به کارفرمای پروژه و گفتیم که آقا از روز اول خودت بالا سر سایت بودی، 300 تا مقاله رو سایت رفته بالا، بیا تشخیص بده که کدوما عین همدیگه هستن و برای ما خروجی رو در نظر گرفت. اومد خودش یکی یکی رنگ زد اونایی که حدس می‌زد عین همدیگه باشه و اینجا خروجی رو به ما داد. الان اگر که اینجا دقت کنید، من کانیبالیزیشن این سایت رو تونستم در بیارم. مثلا برای بک تست، یه بک تست چیست؟ آموزش استراتژی بک تست با پلتفرم‌های مختلف داریم. یه دونه بهترین ابزار بک تست فارکس چیست داریم. یه دونه نحوه تست استراتژی یا بک تست گرفتن در متا تریدر 4 و 5 داریم. کل این 3 تا موضوع خب حول کیورد بک تست چیست میگردن. خب و این اومده آموزش استراتژی بک تست رو داده، این گفته که بهترین ابزار بک تست چیه و این یکی گفته که نحوه تست استراتژی با بک تست در متا تریدر 4 و 5 چیه. خب من اینجا برای که بتونم این کانیبالیزیشن رو تشخیص بدم، میام اینجا سرچ میکنم بک تست در فارکس یا بک تست چیست
و اینجا کوئری ها برای من میان بالا. خب حالا ما از کجا بفهمیم که گوگل فارکس داستانش چیه؟ الان تو لینک 2 صفحه اول بهترین ابزار بک تست فارکس چیست وجود داره. من پایینتر که بیام ممکنه مثلا از این سایت مقالات دیگه ای را هم ببینم. اینجا نحوه تست استراتژی یا بک تست گرفتن در متا تریدر 4 و 5. این لینک 2 بود. این یکی بهترین ابزار بک تست فارکس، لینک 1 صفحه 2 بود. خب من این دوتا رو با هم دیگه یکی کنم یا این رو هم با اونا یکی کنم، میتونم به یه ریزالت خیلی بهتری برسم. حالا اینی که اینجا هست، من باید بر چه اساس پارامتری بیام اینا رو یکی کنم؟ بر اساس اصول کیورد تارگتینگ و صفحه بندی. محسن طاووسی میگه، استاد خود منم هست، آقای محسن طاووسی میگه که ما برای که بتونیم اینا رو با هم دیگه یکی کنیم یا نکنیم، تشخیص بدیم که کیوردها باید جدا بشن یا نشن، برای بهترین ابزار بک تست فارکس یه مقاله داشته باشیم، برای بک تست چیست یه مقاله داشته باشیم، برای نحوه تست استراتژی و بک تست گرفتن در متا تریدر 4 و 5 یه مقاله داشته باشیم یا نه. باید بیایم بررسی کنیم ببینیم که آیا بر اساس پارامترهای مختلفی ببینیم اینا باید جدا بشن یا نه. یکی از اونها اینه که بیایم چک کنیم ببینیم رقیب اومده برای اینها اینا رو جدا کرده یا نکرده. مثلا نحوه تست استراتژی یا بک تست در متا تریدر، این میشه بک تست در متا تریدر 4 و 5. میخوام ببینم که آیا این بک تست در متا تریدر، این عنوان مقالهش باید بشه این بک تست در متا تریدر، باید یوزر اینو سرچ میزنه، نحوه تست استراتژی یا بک تست گرفتن در متا تریدر 4 و 5. پس اینجا من اصلا به این نتیجه رسیدم که ما کانیبالیزیشنی که وجود داره به خاطر اینه که خیلی این توی این کلمات، توی این 3 تا مقاله، به خاطر اینه که خیلی اینا رو شبیه به همیم تایتل زدیم. پس تایتل این مقاله اصلا باید بشه بک تست در متا تریدر، آموزش بک تست گرفتن در متا تریدر 4 و 5. یا مثلا بک تست در متا تریدر، چگونه در متا تریدر بک تست بگیریم، آموزش استراتژی بک تست در متا تریدر 4 و 5. این باید بشه این. خب این رو که باید اینجوری رفعش کنیم. این 2 تا مقاله چی؟ این 2 تا مقاله هم من باید بیام بررسی کنم باز به همین شکل، ببینم وضعیتشون چیه. خب ما فهمیدیم که این بالاتره دیگه، فهمیدیم که بک تست چیست، آموزش استراتژی بک تست با پلتفرم‌های مختلف. لینک 1 صفحه 2 بود دیگه، بک تست در فارکس رو که من سرچ بزنم، این لینک 1 صفحه 2 بود، بهترین ابزار بک تست فارکس چیست. این یکی، این لینک این بالاتره بود. این که حالا تکلیفش مشخص شد باید بشه مقاله دیگه. این که بالاتر بود و با این بخوایم ادغامشون کنیم داستانش چی میشه؟ اینجا ما یه بک تست چیست داریم، این مقاله کلا عنوانش بک تست چیسته. من میام از این هر محتوایی به درد بخوری که وجود داشته باشه، هر قسمتی که لینک سازی کرده باشم، هر قسمتی که ممکنه به کاربر کمک کنه محتوای مفیدی باشه، بر اساس پارامترهای YMYL، بر اساس پارامترهای اکسپرتایز، تخصص داشتن توی محتوا. اگر که YMYL رو نمیدونید، اکسپرتایز رو نمیدونید، تمام این موارد رو نمیدونید، باید در موردشون سرچ کنید. بر اساس اینکه چه عکساش یونیکه، بر اساس اینکه محتوایی که نوشتیم چیه، این مثلا نقل قول هایی که گذاشتیم اعتبار دارن یا ندارن، یا اینکه محتوا اصلا منقضی شده یا نشده، این 2 تا رو ادغام کنیم. من اگر باشم میام این رو ریدایرکتش میکنم روی این و روی این هم حسابی کار میکنم، یعنی توضیح میدم. باز توی همین این هم متا تریدر 5 اضافه شده و باید لینک سازی بشه برای بک تست در متا تریدر، یعنی مقاله‌ای که خدمتتون گفتم. این مقاله نحوه استراتژی بک تست در متا تریدر 4 و 5 و به این شکل من با اینا رو بررسی کنم. الان من تسکی که مثلا برای تیم خودم میچینم این هست که بیان این مقالاتی که کارفرما تشخیص داده مثل هم دیگه هستند رو بررسی کنه و برای هر کدوم از اینا یه تدبیری بیاندیشه که اینها رو ما با هم دیگه ادغام کنیم یا نه بیایم اینها رو با هم دیگه هر کدومشون رو جدا کنیم، دقیقاً بشن یه صفحه جدایی، کانیبالی که بینشون هست، موضوعاتی که هم پوشانی داره حذف بشه، یا نه هیچ کاری با اینا نداشته باشیم،
کارفرما شاید اشتباه تشخیص داده که این یکی مثلا روی کیورد خودش داره میاد بالا، این یکی روی خودش داره میاد بالا. این رفع کردن کنیبالیزیشن یکی از مهمترین کارهایی هست که یه متخصص سئو باید بتونه انجام بده و بلد باشه. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. من نکات کلی رو گفتم. این قسمتش که دقیقاً چجوری اینا رو باید حذف کنیم شاید خودش یه دونه ویدیو جدا باشه که ما چجوری اصلا با کنیبالیزیشن برخورد کنیم. اما من یه راهکار برای پیدا کردن صفحات کنیبال توی سایت با ابعاد بزرگ داشتم که دوست داشتم بهتون بگم. امیدوارم که از ویدیو لذت برده باشید. شاد و سلامت و پیروز باشید.